دیگر نمیبیاری. الله اکبر. ما یه زنی دیگر میتیم. این زنی این دفعه میدودگه میبرم اوزی میکنم، اکگه میکنم، همه جوشم میگذارونم که نه یگانش در کار نیست. به نزدیک فرزنده میشه. یعنی که خوش خبر ها؟ این نبینم همه رنگ و رویت زب زرد شدگه، قاش قوقی تو گیراندگه، شکمی تو در میکنه، سری تو در میکنه، پایی تو در میکنه. حیفی همی بچم، حیف. مؤلفی سناریو و کارگردان رجبعلی ابرانی. چیکو کاره ایقه خمیر پمیر پیچونده ایسوسو میشن اکسوزه بازاش باید چوی بشاوخی ربا لبه خواه. ربا لبه. خیلی چوی بیاروخی از خواه جان. اوزی نگفتم رو کسلی یا حیوت کسلی ولی با میبیاره بینیش جنج بینج کرده تقدیروی بدی همی بچه تقدیروی بدی بچه یا چوی بیار خیلی پیرشکه آوردی در بالای ستول دم کردن مونی خیلی چوی هم دم کردن نمیمونی بخشش چی میبخشیمت یا اوخی؟ بخشش خیلی پیرشکه آورد یا چوی دم کردن نمیبیاری عقل نداری خواه جان. با چه کردی بینید خیلی جنج بینج کرده گیه؟ شکم داره کسی خواه جان. ای چی بالا شکمای؟ این شکمی تو مار داره، اژدهار داره، چی در داره، چی کثافتی داره، این شکمی تو دائما درد میکنه. اشتهام هم پروندی. از روزی همین یک کلین کردم، همین خانه آوردم، فقط شکمی تو درد میکنه. که نبینم همین رنگ و روی تو زب زرد شدگه، قاش قوقی تو گیراندگه، شکمی تو درد میکنه، سری تو درد میکنه، پایی تو درد میکنه. حیفی همی بچم، حیفی همی بچه نازنین که من بیبخت و بیروز کردم در تو یک کسلی. او همین کسلی بودی همین اوچتشون نمیداد، فهمیدی؟ در همین قوتکش میگرفته میشش بانی میکرد. عصبا ما ویران کردی. زنک لبه مردک جان. ای مردک اومدن. اومدیم ارای دور اومده چوکه زنک جون نه هیچ مردک جان سوز اومدن. کاراتون سوز به. برو سلامتون سوز. سوز چی زنک نمی و کم هوا کم خنک شیرگه با خیلی هوا خنک دم میفوره و دم کار کردن چوکه خیلی تبل بریده وقتت خیلی شه ها هیچی مردک جان مهمون داره های. مهمان چه مهمان کیو میسته آیا با پیشکی یک زنگ نمیزنی بگویی که بیارو مخی یگان مقصد گوشت پوست یگان نه یگانش در کار نیست. به نزدیک فرزنده میشه. یعنی که خوش خبر ها خاص خی بهترین ای یعنی دیمش راده ها نه. بهترین هر یک پدر هر یک زن شوهر موضوع داره که چیکار کنه فرزند دار شوه ما میاد دیمش میاد با سیمش میاد قراری کار زنک جان من برام که یک مدر بینم اشتم گیره نزمیاد. اوچه جونی ما بیا اوچه جونی ما دیل جونی ما تو را یگانه گفتم لیوسری خانه گفتم چوکه دیوچه ای در می خونه قطم زنی کسلیت میشینی میابورا کسل شدم رنگ رو ما بی زرد شده میجام ریخته قشم ریخته یک خونی خوله درمو چوکری بخی وقت خشه دهن گیزه بخی مهمونی نو را دیوچه مهمونی نو اوچه هم نیست اگه مهمونی اگه مهمانه بیا اوچه جون نفهمیدین مهمونی نو اراده خیر بچه روزی اموزی که زنک با فکرم که ایزو کشته خیطه نگفته نه هم قطعی صحبت کرده میگه که هم ندارم
آه بلا در سرم بلا در سرم. من همین سحر بینی جنجی هوای فهمیدم که شکمم درد داره گم من فهمیدم. ایش ما اینکوباتوره. اوچا همین آدما را نگاه که بیچاره برای همین یک فرزند مثال به دنیا آوردن یگون بالنسا و یگون جو نمیمونه. باید شکرانه کنی اوچا باید فقط دعا کنی که همین بچه‌م سوی همین شیر بچه های زیاد شوم. هیچ جا مهمانی نمیرم. نه اوچا اینجا میمونی ولی قدر اینجا بشی چور تا چق کنیم چور تا صحبت کنیم بشی اینجا اوچا. السلام علیکم زنک. آقا مردک آمده. زنک جانی من چی خیلی؟ هیچ مردک جان آمده. اومده کرو رایت نیمه کردیم اومده. من داشته نه. خیلی کوی دنیا همین چی کنم که نیم چیزی که گفتیم مهم با این دورو تو والم زنک. آقا تاره مردک جان یک خانم تابزن اکسره میشه. مای کوچه هم دیم ها لبه اوچه جان چه قسالفان شرق برق دوره. سلافان اوچه جان همه برای مهمونی نو دورو همه دختر قطعی زنه گفت زده صحبت کرده گفته که همه پیشه حامله داری اینجا یک چند نمودی دورو نویسته اوچه همه را باید استفاده برای که مقصد کودک ده یکون تاثیر نرسه تو مادری کودک ده یکون تاثیر نرسه تو برای پیشگیری برای مثلا یکون بیمار نشیدن شد ها میخری استفاده میبری دیگه شیر بچه گفتی همون گپا که بنقص میای اوچه این زنی توی دلربانه داروخانه با میموندن نامش خوبتر بود. ما همون وقت گفتم که توی تبدگی نگاه نکن فهمیدی این اوچه ای فقط پلی افتگیش برای دخترش سر لباس قیمت خرید و یه بار سلامتی این کسلیش بوده سوز نکرد. ای اومدگیش 4 سالی رام نمیشه فقط این کسلیه ای زنی تو فقط سید کچه داده زد رای داروخانه ای اوچه اگر چیزی بگم با هم گفت خیلی تمام قبول ای اوچه همین کسلی شید اوچه کسلی برای نه برای چوی پوی سوسه که ای بچه همین کسلی میگن اوخه 4 ساله همین خونه ما آمده کسله اوخی همین کاری تو داروخانه ای دبادی دیلم زد گوش کمانه بچم بر گم خونی و چش پرتو راو بچه تم ای بخچه گیر بیا جیل پستکوش جمع کنه گیر گم که بر خونی و چش پرتو این قاوچش کسلی بونی کنه یک عصبوی ما آرام شوه. اوچه جانی من برنامه جانم اخی اوچه جان من چه خیلی خوزی من زن من میگیرم خطی فرزند بود زنم حامله دار من میگیرم خونه اوچهش تا میبرم میپرتم اخی اوچه یا به این صوفیا اوچه در یگون جو تغری نمیگیره اوچه این دیگه برای خونه اوچهش بیگانه اوچه این فرزند خاندانی ما اوچه جان این عضوی عائله ما اوچه برای شما فرزند اوچه جان یگام عضوی عائله من حساب نمیشه فهمیدی من خیلی دختری کسلی نزایدم میگیری میری بچه تا بخچه میبر جیل پستکوش جمعی که میبر در خونه اوچهش میپرتوی من آنده شدم من اوچت که باشم در بالا سر تو کلام باشم صاحب خونه و دفع میکنی کسلی میبری میمونی یا به این صوفیا اوچه در یگون جو تغری نمیگیره اوچه به این صوفی باشه من همین خونه میبرم میرم کل و کورتی هم میخنده شی قطی زنی کسلی این قطی زنی کسلی چی؟ آخی یه مینوت گوشم کنه نوچه در نامت صدقه یه مینوت گوشم کوچه چی میگی؟ بس کنه این همسایه میشنن چی میگن اوچه همسایه ها؟ این همسایه ها هم میدونن این زنی کسلی چیه؟ اوچه جان التماس چیکار کنم موازی؟ میبری در خونه اوچهش میپرتوی عقیب تا نگاه نکرده میبیوی اوچه جانی من تمام گپ شما فقط التماس در نامتون جانم شما همین خانه قدمتون بیرون نمونین اوچه تمام من میبرم اوچه خونه اوچهش دارم داروش هم میخرم تا بچه همونجا گرفتن میگه چی گفتی اوچه؟ دیگر نمیبیاری الله اکبر ما یه زنی دیگر میتیم این زنی این دفعه میدودگه میبرم اوزی میکنم اکگه میکنم همه جوشم میگذارونم که رنگ این کسلی نباشه فهمیدی؟ میبری دفع میکنی من بزرش من میشکم دردی تو من نفهمیدم مردک کجا میره؟
زنر گفتم که میفهمم بیا بریم شما نگفتین. بیا جایی میریم که زنر هم تو تیج باشی هم ما تیج باشیم هم مادر تمام رفتیم اولی میبینی همش هم میفهمی همی صبر که توقعت که گفتم زنر بیا بریم اولی ای خدا با شکره ای دوگانه من هم نه که روز نداد که روز نداد لبای دوگانه جان السلام علیکم دوگانه. السلام علیکم ای کم نمویده سازی خوبی؟ آخی نمی کار و باری خونه می کلی نبردیم دفع کردیم دیگه کار و باری خونه چه خیلی ساز تینجی؟ شک سازم خیلی هر روز میبینم مبارک شود خونه های نو سر و کاری نو. رحمت قطورک شود چه خیلی کار خونه و نو چه خیلی همون خونی زندگی داریم همون خونه حال دیگه نه؟ ای دوگانه پخته ایده قدانوی بخدا و میبینم هر روز همین کلین تو بچه همین بالای خونه ما در کوارتیره خونه گرفته میفرویم هر دوشون کلین در پیش بچه تشتگه در پیش ماشین کسکگی کردم خیلی میفرویم نه سلام و نه علیک میگذارم اخی در این بالای با پایونا نمیفروی تگوی دوم دیگه همی آشیانه بلنده با فکرم خونه های گرم تلویزور هم میمونی تگی تلویزور نمیفرویم دوگانه جا دوگانه کلینم گفتی؟ آخ کلینو بچه با دو چشما دیدی؟ هر روز میبینم همین سهر رو بگم میفرویم رحمت برای خبرات حالی با گپ میزنیم صدقه رجب علی چکو که اوچه با توک پاک کنید با که جای را بوچه که جای را با علاو سر دادی اوچه کاش که سوید میزد کاش که پجر میشد من مادری که توی تولد کردم من توی کلان کردم تو من فریب میکنی من توی نگفتم که کسالیه بر دف که دخانی آچش برتا الله اکبر کرده بیو تو چیکار کردی؟ نه تو چیکار کردی؟ تو این کسالیه ماشین سوار این کسالیه بردی خانه گرفتی صد حیفی که همین شیر دادم و توی کلان کردم فهمیدی؟ کاش که من همین خانه من باید برآمده میرفتم کسالی تو نه من در گپای تو باور کردم که تو مردک باری گپ میزنی فهمیدی؟ صد حیفی تو اوچه جونی من تا همین روز شما چیزی که گفتین من با جان و دل اجرا کردم اوچه و در آینده هم اجرا میکنم اوچه شما چی گفتین اوچه؟ من گفتین که زن تایمی خونه بر دفک که من خرسان باشم من نمیخوام میره دیدن من میرم میبینم سرم ویرون بشه و گفتی اوچه این اما به خاطر اوچه جانی من خرسان باشه به خاطر اوچه جانی من راحت باشه این اما زن من بردم خونه دفک کنم پیش چشم شما دور کنم اوچه که شما راحت باشین نیکی در نامتون صدقه اکه اوچه در مسئله جدا شدن این کار من نمیتونم کرده اوچه برای من در زنم یکون کمبودی ندیدم به احترامی ندیدم همه را گوش میکنه احترام میکنه همه را مثالی گفت فرزند نوزنین دارم اینه با حامله داره اوچه جان خودت اوچه ناز میدونی که ناممکنه اوچه جان این کار ای خیلی زن یگانه نفر همون آدم این کار میتونه در حق خیلی زن که اوچه بیناموس باشه به شرف باشه به عدالت باشه اوچه من هیچ وقت این نامردی و این بی‌انصافی به شرفی را کرده نمیتونم اوچه برای که در بدن من خون انسانی اوچه شما اوچه جان فراموش نکنین من حوزی ای زنم جدا میشم اوچه این دردی این شکستنی نه تنها در من میرسه نه تنها در زنی من میرسه اوچه دو تا فرزند پگه عذاب میکشه اوچه زنی ما عذاب میکشه اوچه پدر مادری به چوره اون بسوزه اوچه من این کار در حق فرزند مردم کردن نمیتونم اوچه عذاب ببخش اوچه السلام علیکم دوستانی عزیز تماشابینان فراموش نکنین چخیلی که شما نو را تماشا کردین از شما چی میره برادرها فقط یک دونه لایک در کامنتاری یک سخن خوب و نگفتن همونه پادپیسات را فراموش نکنین حتما در کانال پادپیسات کنین
انشاءالله که نوارای خوب و تربیوی هم پیشکش شما میگردانیم. باقی سربلند خانواده باشه.